به نام خداوند آزادی و عدالت، با سلام و درود خدمت همه خواهران و برادران عزیز و یک تشکر ویژه از بنیاد احمد شاه مسعود، خاصا آقای بلال وحید و تیم کاریشان که صدای مردم ما در سیدنی هستند و حداقل همیشه با گرامی داشت از یاد بود بزرگان همه ما را گردن جمع میکنند تا یک صدای واحد داشته باشیم برای افغانستان. یاد همه شهدای راه آزادی و عدالت را گرامی می‌دارم. اجازه بدهید به مناسبت گرامی داشت از هفته شهید و سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور سخنانم را با یاد سرداران و قافله سالاران راه دشوار آزادی خواهی و عدالت طلبی آغاز نمایم. در رأس شهید سال، مرد خرد و تدبیر، دانشمند و فقیه دین، رئیس جمهور اسبق دولت اسلامی افغانستان، پروفسور استاد برهان الدین ربانی، شخصیتی که با مدیریت حکیمانه و مدارای سیاسی توانست ضمن ارائه چهره معتدل از اسلام چرخه انحصار و تفکر تمامیت خواهی قدرت را در افغانستان بشکند. قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود، مرد اخلاق و نجابت، فرمانده پاکباز، چریک و نابغه نظامی، مرد استوار و ساده‌زیست، دل خالی از نفرت در برابر دشمن و قلب سرشار از محبت با مردم، نه تنها در میان سربازان و مبارزان مسلح بلکه در دل میلیون‌ها انسان کشور جایگاه ویژه باز کردند. شهید محمد طاهر بدخشی و یاران متحد وی، بنیانگذار تفکر ملی و حل دموکراتیک مسئله ملی در افغانستان که اندیشه ایشان هنوز الهام بخش و تشخیص وی از مناسبات سیاسی اجتماعی کشور با گذشت هر روز، هر ماه و هر سال مصداق عینی پیدا می کند. و همین گونه یاد و خاطره شهید عبدالعلی مزاری و دیگر شهدای نامدار و گمنامی که کوره دشوار را هر کدام و طوری و گونه‌ای برای نسل‌های دیگر هموار کردن گرامی باد. همچنین درود و احترام ویژه بر روان شهدای 20 سال پسین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و سنگرداران قله‌های بلند و پرغرور اندکش در سالهای آخر از پنجشیر تا بدخشان و از اندراب تا خوست‌ها و سالنگ‌ها. خواهران و برادران عزیز، چرا ما از هفته شهید و به ویژه از دو شخصیت بزرگ و تاریخی، شهید احمد شاه مسعود و استاد برهان الدین ربانی، تجلیل به عمل می‌آوریم؟ پاسخ به این پرسش در واقع جوهر اصلی شخصیت این دو رهبر بزرگ را آشکار می‌کند. این دو رهبر برجسته برخلاف بسیاری دیگر به چیزی کمتر از اقتدار ملی نمی‌اندیشیدند. آنها جرأت و جسارت آن را داشتند که بگویند ما صاحبان اصلی این سرزمین هستیم. اما طوری که استاد شهید همیشه از اقتدار سخن می‌گفت و برای اقتدار سیاسی کمر همت بست و در پاسداری از آن از استادگی بی‌نظیر کردند و گفت روی هر سنگی که من نشستم و حکم کردم همانجا ارگ ریاست جمهوری هست. استاد ربانی با خرد سیاسی و رهبری مدبرانه خود توانست اقتدار و نفوذش را از بدخشان تا قندهار، از پنجشیر تا ننگرهار و از کابل تا زابل گسترش دهد. در کنار او شهید احمد شاه مسعود با نبوغ نظامی، استراتژی و توان رهبری پایه‌های مقاومت در برابر استبداد و تروریسم را نه تنها در عرصه داخلی بلکه در سطح بین‌المللی مستحکم کرد. او نماد شجاعت، ایثار و رهبری بود که هرگز از مبارزه برای آزادی و عدالت دست نکشید. دوستان گرامی، امروز پیش از هر زمانی دیگر نیاز به اتحاد داریم.
همان گونه که در دوران مقاومت اول استاد ربانی توانست جناح‌ها و شخصیت‌های مختلف را برای مبارزه با طالبان گرد هم آورد و شهید مسعود این اتحاد را به رهبری قاطعانه و دوراندیشی تقویت کرد و به همین دلیل امروز نیز اتحاد و انسجام نیروهای مخالف طالبان حیاتی است. تنها با همبستگی و کارهای جدی می توانیم افغانستان را از دست افراطگرایی و تروریسم رهایی بخشیم، همان گونه که شهید مسعود و استاد ربانی آرزو داشتند. لازم به یادآوری می‌دانم که ابتکار عمل احمد مسعود پس از تحولات سازمان یافته در 15 اگست ستایش برانگیز و قابل حمایت است، ولی برای آوردن اتحاد و همبستگی نیروهای مخالف طالبان لازم است که اطرافیان او نیز به گونه جدی مورد دقت و تأمل قرار گیرد. تا زمانی که صفوف مقاومت از چهره‌های بدنام و ناکام پاک نشود، اتحاد و پیروزی بعید به نظر می رسد. یکی دیگر از مسائل اساسی که باید به آن بپردازیم این است که آیا برای افغانستان آینده راه حل بنیادی داریم؟ ما نباید انتظار داشته باشیم که امریکا یا قدرت‌های خارجی افغانستان را آزاد کنند. تجربه نشان داده است که این کشورها تنها به دنبال منافع خود هستند و افغانستان در چارچوب منافع ملی آنها اهمیتی ندارد. همه می‌دانیم که در داخل افغانستان مردم به سطوح آمده اند و جای تکیه به دیگران مسئولیت بر عهده ما کسانی که بیرون از افغانستان هستیم است که سیاستمداران، متخصصین نظامی و کارشناسان در عرصه‌های مختلف هر کدام مطابق دانش و تجربه‌ای که داریم گرد هم آییم تا یک برنامه جامع و مؤثر برای آزادی افغانستان تدوین کنیم. در این صورت ما چه نوع نظامی را برای افغانستان در نظر داریم؟ طرح‌های مانند کنفرانس بن که نظام متمرکز و تکساخت مبتنی بر ترکیب قومی ارائه دادن پاسخگوی نیازهای مردم ما نبود و نخواهد بود. از این رو باید به دنبال راه‌حل‌های بومی و مبتنی بر واقعیت‌های افغانستان باشیم. باید بپذیریم که نظام متمرکز و تکساخت در هیچ نوع و فرم آن نتوانست و نمیتواند نیازهای کشور ما را پاسخ بدهد. اکنون زمان آن رسیده است که به سوی فدرالیسم حرکت کنیم. مدل حکومتداری تکساخت را بشکنیم. همه شهدای نامدار و گمنام ما هیچ هدفی نداشتند الا آزادی کشور و تأمین عدالت اجتماعی. امروز اگر از آنها یاد میکنیم باید رای آنها را و هدف آنها را و آرمانهایشان را در نوع نظام جستجو کنیم که قادر به توزیع قدرت و ثروت به شکل عادلانه باشیم. و پندار من تحقق عدالت ملی، عدالت اجتماعی و پایان نزاع قدرت با استقرار نظام فدرالی در کشور امکان پذیر است. نخبگان سیاسی کشور، پیروان راه و مکتب شهدای ارجمند افغانستان باید مردم افغانستان را در انتخاب نوع نظام فدرالی کمک و یاری نمایند که مطابق ساختار جغرافیایی، بافت‌های اجتماعی و شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور باشد. در پایان با تشکر فراوان از حضور همه شما امیدوار هستم که روز در افغانستان شاهد پیروزی، صلح و عزت و آزادی و آرامش باشیم. فقط بسیار کوتاه دو سه کلمه که دو سه جمله انگلیسی میخوایم به دوستان که اینجا تشریف دارن داشته باشم.